فارس چه؟ فارس. خب ببین علی عمر جان، خونه های اصیل ترکمن که این سازه رو تشکیل میدن در واقع دو نوعن که یه نوعش بهش میگیم گوتتکمه که اینجوری هن، یه نوع دیگه گوتتکمه چی میشه فارس؟ ببین گوتتکمه در واقع اوکی ادامه بده. بذار اون سر فرصت خب حالا ما یه آلاچیق داریم بهش میگیم آقوی. آقوی ما در واقع هم از اون نوع آقوی هم قرائوی داریم هم آقوی داریم. اون قرا یا آق بودنش به خاطر جنس پوشش نمدی که روی سقفش میذارن بهش میگن آقوی یا قرائوی. اوی هم چرم گوسفند اوی. آره آق اگه بخوایم ترکیش کنیم وگرنه ما میگیم اوی. آره اگه بخوایم ترکیش کنیم ترکمنی بهش میگیم اوی. بعد این آقوی ها یا قرائوی ها یه دیواره استوانه شکل پایین دارن که 4 تیکه هستش که هر تیکه رو بهش میگن ترم. اینا رو بهش میگن اوق. بعد ته این اوق، خب پایین این اوق وقتی کاشته میشه زمین بهش میگن گوتتکمه. ولی اگه این پایینش اون ترم ها رو داشته باشه، اون دیواره رو، اون استوانه رو داشته باشه و ته این اوقا سوار بر اون ترم ها بشه، به اون سیستم خونه ها دیگه نمیگن گوتتکمه، میگن آقوی یا قرائوی. فرق آقوی و قرائوی چیه؟ همون دیوارشه. اون دیواره فرق گوتتکمه با آقویه فرقش. ولی فرق آقوی و آقوی و قرائوی به اون پشم و نمدیه که روشه. معمولا توی اجتماع ترکمن یه دونه آشپزخانه مرکزی طوری دارن که پخت و پز توی اون انجام میشه. مثلا 5 تا چیز دارین، آلاچیق دارین، چادر دارین که یکیش مثلا ممکنه مثل آشپزخانه مرکزی ازش استفاده بشه که پخت و پز توش انجام میشه. اشایر تو اون آشپزخونه همه از اون میخوره. آره. اون بعد به خاطر اینکه قشنگ کمونیستن اینا خب بعد به خاطر اینکه داخلش پخت و پز و دود و دم خیلی زیاده، اون پشم بالاش به رنگ سیاه و دوده خورده میشه. ولی یه دونه خونه توی اون اوبا شهر تو اون روستا، تو اون اوبا ممکنه یه دونه خونه به نام آقوی داشته باشن که توش بزرگان و ریش سفیدان اون قبیله زندگی میکنن. آقساکاللار. و وقتی مهمونی میاد یا جلسه‌ای بخوان برگزار بکنن، یک خونه مشخص تمیز که روش پشمای تازه و نو و سفید هست بهش مخصوصا میگن آقوی. مثلا میگن جشن کجاست، جلسه کجاست، یا مثلا دور همی کجاست، تو آقویه. پس آقوی یک خونه مشخص شده بزرگ دیواردار سفید که روش با نمد تازه و سفید و روشن پوشیده شده بهش میگن آقوی. بعد اونی که مثل آشپزخانه مرکزیه بهش میگن قرائوی. و اینی که توش اقشار معمولی اون جامعه زندگی میکنن مثل مردمان عادی، توی گوتتکمه ها زندگی میکنن که اصطلاحاً کوچیک‌تر و این حالت سقف مانند کاشته میشه زمین. به این دایره بالا سرمون هم بهش میگن تونک. این تونک از لحاظ معماری مثل یک تقویم عمل میکنه. چطور؟ از لای این چوب‌های تونک نگاه میکنن اجرامی که توی آسمون جای ثابت دارن مثل ماه و ستارگانی مثل دب اکبر، دب اصغر. اینا اجرام ثابت تو آسمونن. از لای این رصد میکنن و متوجه میشن لای کدوم چوب هست و متوجه میشن که چه روزی از ماه هستش. مثلا وقتی ترکمن یه ضرب المثلی داره میگه ayın 14'üne ay tünükten görünür. 14 ماه قرص کامل ماه. قرص کامل از 14 میشه دیگه. از مثلا آره از تونیک مشخص میشه. بعد میتونیم ما قبل و بعدش و همینطور که گفتم اجرام خاص تو آسمون رو از لای اینا رصد میکنن و متوجه میشن که چندم اون ماه هستش. واو.
پس یعنی اینو الکی اینا مثلا نه فاصله اینا هاش دقیقاً اینا بله اینا حساب شده طراحی شده و از نیاکان ما به عنوان یک تقویم ازش استفاده میشه. نگاه کن چی فرهنگه. وقتی میبینم اینجوری که اگه مثل من چیز باشین نادان بشین، من فکر کردم که اینا رو کم آوردن یا نتونستن بذارن یه چیزی مثلا الکی گذاشتن، ولی نه اصلا اینطور نبود. قشنگ حساب شده، فکر شده، یه فرهنگ خیلی خیلی قدیمی، حتی این موضوع با که اطلاعات خیلی قوی، حتی این موضوع که اینو به عنوان تقویم دارن قدیما استفاده میکردن قراره الان جدیدن توی چیزای انجمنهای نجوم بین المللی هم حتی ثبت بشه. واو. همین این فاصله های بین چیزا دیده میشین چوب ها، اینا الکی نیست، برای نشون دادن تقویم و اینا. از اینجا نگاه میکنن ماه از هر کجا که دیده شد میگن که ماه 15 14 یکم دیگه هر چی که هست و وقتی 15 یا 14 بشه یعنی ماه کامل دیده بشه، از اینجا هم کامل دیده میشه. و خب پس اینطور